مردم ما دوست می‌دارن دیگه کمین تربیت بد کردن گیم نمیدونیست این خیلی یا بی‌سواد یا هر گپ می‌نویسن. خیلی با یک هفته دیگه تема برای غیبت کردن داریم. در همین حالت باور میکنین همه چیز در نظرم تاریک تافت. میگم برای چی من خیلی حالت در گرفتار شدم نمیفهمم. یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه شروع میکنم. وقتی خوندن در با از یادم نیست، در یادم نیست اصلا. اگر پیش از برآمد همه را خونده بودم. از صحنه فر اومدم گفتم چی به این خیال شد. یگان مراتبه در حیاتی ما در طول قدر فعالیت کاری ما این خیلی حالتی نبود که ما تا به این درجه از سخن از یادم ببرایم. آدم به خطاگی نمی شود و اگر که ما باور نمی داشتم از خودم و سرود ملی را نمی دانستم از یاد، من روی صحنه نمی برآمدم. لیکن من نمی فهمم که چی گپ و چشم بندی بود، این چی بود که از سری ما همین دوی مصرعی سرود ملی گم شد. نمیفهمم. نه تنها من بلکه حتی هنرمندای بالیوود و گالیوود و دیگر هنرمندای مشهور جهانی نیز به این خیلی خطاگی و راه دادگی. هیچ کس پرفکت ایدئالی نیست، هیچ کس مکمل بهترین بگناه به خطا بده نمیتونه و من به مثل شما آدمی زنده ام و من کوشش میکنم که انشالله در آینده باز برآمدهای خوب کنم و همه شما را شاد بگردانم. همه تون دوست میدارم.